سلام و درود به برابکس گنگ یوتیوب. حالتون چطور؟ امیدوارم که مثل همیشه شاد باشید. آقا ماشین جدید اومده، همونطور که این بغل مشاهده میکنید و یه جورایی خب میشه گفت فکر میکنم جزو ارزون ترین ماشینا باشه. حالا باز بستگی به شانسمون داره. یه دفعه دیدی زدیم کلان شانسمون ولی شانس خوبی نداشتیم سرش. یکی رو اکان لاگین کرد ما افتادیم بیرون. آقایون خانوما توطئه در کار است. هدفونم خاموش روشن شد. بله ویدیو همینجا به بذار با فیسبوک لاگین کنم این سری. ما بازگشتیم آقا، ببخشید. آره این ماشین بود، یه صاحب اکانت خودمونم نیست. این ماشین من امروز یه دونه چرخوندم این بغل که دارید مشاهده میکنید. یا علی کسی به ما درخواست نده یه دقیقه صبر کنید لطفا. ببخشید بابت اشکال نداره. خب تو خود بازی فکر کنم نمیشه ویدیوشو دید، ولی میریم اینستا ویدیوشو یه سر میبینیم برمیگرد. اینستا رو که باز میکنیم، پابجی موبایل و دومی. بله این بود از ویدیوش تو اینستا و دیگه هدف اینه که با کمتر از 4K در بیاریم و حالا ویدیو رو نگاه کنید بچه‌هایی که میخوان بگیرن، چون چیز حالا نسبتا سنگینی نیست مثل بقیهشون. با 4K میشه در آورد، میشه فکر کنم 2,200,300 همچین چیزی. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? شروع کنیم. این اولیه رو به اسم هیچکی نمیزنیم، داداشم پابجی موبایل. یه چیز جالب که هست اینه که اگه لجنداشو بگیریم پوینت میشه و از اون طرف من امیدوارم که اسپری به ما بده، چون اسپری ها رو میتونیم که 300 تا سکه کنیم. چون من حقیقتا اون حالت مسترپیس یا سکارتش رو نمیخوام، عشق تک کارتاش شدم، اونم یه دونش رو فقط میخوام. برای همین میگم با هزینه کم میریم. اینو به اسم خودم شروع میکنیم. باعث آقا بیا، چی میخواستی دیگه؟ لباسش رو اینجا داد، از سری بعدی بده پوینت جان. خوبیش هم اینه که لجنداش و اینا پوینت میشن دیگه، سیلور نمیشن خدا رو شکر. فقط ماشیناش رو چیز میکنیم دیگه، مومنت میکنیم. بعد 900 تا سکه است اگه توجه کرده باشید، بین قرمز و سفیده. حالا هنوز دو به شکم، ولی خب فکر کنم سفیده رو بردارم، رنگ سفید دوست دارم. این بغل هم 150 تاشو اگه نداد پر میکنیم، بیشتر 150 نمیزنیم. اینو به اسم بچه های چت میزنیم. بچه چت که نداریم، بچه های اینستا معمولا شانسشون خوب بوده، خوب داره پوینت میده خدا رو شکر. 4 داره، 6 داره، یکی نداره. بیا 6 تا لذت میبرم از بچه های اینستا. 2 تا 6 شانس ما همش پوینت. اینو به اسم بچه های یوتیوب میزنم، یوتیوبی هایی تو خونه که دمشون گرم آقا.
حمایت میکنن تو یوتیوب ما رو. بچه ها یوتیوب هیچی هم ندن جلو هن از بقیه بچه ها. آقا یه ویدیو زده بودیم، بعد یکی بچه ها اونجا اسمش رنگو، امیر رنگو، گفته بود به اسم من بزن. اینو میخوام به اسم امیر رنگو بزنم. امیر اینجا میتونی خودتو ثابت کنی. حالا بعدا میرم نشونتون میدم امیر رنگو. احساس میکنم نه تنها ارزون نیست بلکه قراره برامون گرون تموم شه. مپو از مپ داداشم کاراکین. حالا امیر رنگو رو بعدا نشونتون میدم. امیر نگاه ندادی امیر؟ چند دور چرخوندیم؟ 51 دور. بده این داستان خوب پیش نمیره. ما میخواستیم با 4K در بیاریم، فعلا که به جای نرسیدیم، داره داستان دار میشه. بچه ها خوش اومدید به گرونترین ماشین لجند پابجی موبایل. داداشم SSC تواترا هلمت به درد نمیخوره، به درد البته پوینت میشه، ولی خب چقدر شانس داره که دوباره بده به ما. الان دوباره میده. پابجی میشنوه ما چی میگیم. من امیدم به اسپری بود حقیقتا، گفتم شانس اسپری زیاد باشه چون ماشین رو کم دیدم بده. سر همین قضیه اینجور که بوش میاد اوضاع خیته آقا جان. با میرامار حال نمیکنم، میذاریم سنهوک. رو سنهوک خوش شانس بودیم. آقا هیموری این بغل آنلاینه، میزنیم به اسم موری جون. موری جون خودش برای خودش بفرما اصلا باید خودش برای خودش شانسش خوبه دیگه. میزدی بکفک رو داد، چی میخوای دیگه؟ موری میتونم از شانس دوباره استفاده کنم. بعدی رم میزنیم به اسم موری. خدا رو چه دیدی؟ شاید یه لجند دیگه داد. بذار برم یه چیکن دیگه بدم. این چیکن ها تاثیر داره ها، فکر نکنید که الکیه. این موری میگه چیکن بده، بیا 6 تا. اصلا با 6 شروع کرد، این انتهاش خوبه. بیا همش رو 4. میبینی خیلی احساس میکنم بدشانسیم واقعا. اینا رو الان کالکت نمی کنیم تا 150، ولی احساس میکنم خیلی بدشانسیم. اینو میزنیم به آقا شانس هممون دیگه. ما الان 6K 5K زدیم، 5K خورده زدیم، میشه 6K. با این شانس همگی ماشین که نمیده اسپری بده 300 تا پوینت جلو بیفتیم. اینجوری که بوش میاد خب به جایی نمیرسیم ما. خدا رو شش هم ماشین هم داد ماشین هم میدی تو، ماشین بده ای اصلا. چیزی نموند برامون. مپ رو به صورت فنی میذاریم. داداشم بذار با میرامار کار کنیم. خوشم نمیاد ولی خدا رو چه دید.
اینا سکوت درده. نبین من ساکتم، دارم درد میکشم. الان 250 تا داریم. فکر میکنم با کل یوسیا بشه 600 تا رو گرفت. حالا این پایینم 200 تا میده تقریبا. آره دیگه، باید یه دونه اسپری یا حداقل به ما بده که ما بتونیم 300 تا سکه کنیم اون اسپریو و یکی از ماشینا رو بگیم. چیکن نده آقا جان، چیکن خوب نیست. لژند هم هست همه چیا، یعنی چیزی اون تو متیک نیست. ارانگل بامود آقا شاید تاثیر داره. پابجی فکر کرده خبریه. من این پابجی سفر رو باز میکنم، پابجی میفهمه خبریه واقعا. آها این با 6 شروع میکنه، احساس میکنم که اتفاقات خوبی تو راهه. میشه آیا یعنی یه اون لباس تکراری هم بده، فکر میکنم 40-50 تا پوینت. اوزا خیت، خیلی خیت. کجا نزدیم؟ لیویک یا علی؟ این کیه؟ لیویک نزدیم آقا. بریم با لیویک به اسم بزنیم. هایپو ایم شانسش بد نبود، بذار به اسم خود هایپو ایم بزنیم. یه انتهای یوسی هاست. بابجی موبایل. چرا تکراری ها رو نمیده واقعا؟ اینجا میشه یه چیزایی کالک کنیم. آره جان، بذار اینا رو کالک کنیم. شاید چی داره؟ یه 600. نگاه جلو افتادیم، نگاه حال میکنید اینجا ما یه دونه چیز جلو افتادیم دیگه. یک عدد 10 تایی دگر، شاید هم 2 عدد، نمیدونم، فکر نکنم 2، شاید نه، شاید 2 تا جلو افتادیم. برو بریم. یه دونه اسپری بده، احساس میکنم کار جمعه. یه دونه اسپری بده. این صداش قطع شد یه لحظه، گفتم یه چیز خوب میگه. آجه من میخواستم با 4K بگیرم، الان احساس میکنم با 8K نیست، قرار نیست بگیرم. و سرجم 200 تا اینجا. آره دیگه باید یه اسپری به ما بده. آخریش بود نه؟ نمیشه. اوکی، کاش یه اسپری میداد به جای این لژنده. مثلا 2 تا لژند میداد، اون لباسش هم یه دور دیگه بده، شاید به جایی رسیدیم. اون لباسش شد 10 تا. اوکی fair enough. جدی داری میگی الان ما باید اندازه یه دونه چی میگن، یه دونه تک کارته متیک فقط برای تک کارته این هزینه کنیم؟ و بله، ارزون ترین ماشین پابجی موبایل. آقا سلاطین، این ویدیو که نشد، انشاءالله در ویدیو بعدی ماشین رو ریدیم میکنیم. فعلا پیس.